برج میلاد، سومین برج خاورمیانه، بلندترین برج پایتخت و یکی از معروفترین جاهای دیدنی تهران. این سازه دیدنی حقیقتها و راز و رمزهای عجیب و غریبی داخل خودش داره که مطمئنم کمتر کسی از اونا خبر داره. توی مورد شماره آخر هم عجیبترین و جالبترینش رو گفتم، اصلا از دستش نده. شماره 1. میدونستید برج میلاد قبلا بخشی از یک طرح بزرگتر به اسم شهستان پهلوی بوده؟ این طرح قبل از انقلاب اسلامی در دست ساخت بود که با وقوع انقلاب اسلامی به فراموشی سپرده شد. شماره 2. میدونستید از زمان طراحی برج میلاد تا ساخت کامل اون 11 سال زمان صرف شده؟ برج میلاد دقیقاً 11 سال بعد از شروع ساخت در روز 16 مهر 1387 فعالیت خودش رو شروع کرد. شماره 3. میدونستید برج میلاد حدود 150,000 تن وزن داره و تو ساخت این سازه دیدنی از 17,000 متر مربع شیشه به کار رفته؟ شماره 4. میدونستید برج میلاد تو ایام خاص سال مثل جشن‌ها و مناسبت‌های شاد با استفاده از فناوری لیزر رنگارنگ میشه؟ تو سراسر دنیا از این شیوه رنگ پردازی برای سازه‌های بلند استفاده میشه که در ایران به صورت محدود تنها روی چند سازه معروف اجرا شده که یکی از این سازه‌ها برج میلاد تهرانه. شماره 5. میدونستید که برج میلاد تنها یک ساختمون نیست و از 5 قسمت اصلی شامل شالوده، ساختمون لابی، بدنه اصلی برج، سازه رأس و دکل تشکیل شده؟ جالبه بدونید علاوه بر این که برج میلاد به عنوان 6مین برج بلند مخابراتی توی دنیا شناخته میشه، دکل رأس اون هم به عنوان یکی از ساختمون‌های رأس در میان برج‌های مخابراتی دنیا معرفی میشه. شماره 6. میدونستید سرعت هر کدوم از آسانسورهای شیشه‌ای که تو 3 طرف بدنه برج نصب شده حداقل 7 متر بر ثانیه است؟ شماره 7. بد نیست این رو هم بدونید رستورانگردان برج میلاد بزرگترین رستورانگردان جهانه که روزی تو اون بستنی طلا سرو میشد. البته با سر و صداهایی که سرو این بستنی گرون قیمت به پا کرد، شهردار تهران وارد عمل شد و دستور توقف سرو این بستنی رو تو رستوران لاکچری برج میلاد صادر کرد. و در آخر ممنونم که تا پایان ویدیو با من همراه بودین. اگه از ویدیو خوشتون اومده با لایک و سابسکرایب کردن کانالم بهم انرژی بدین.